چطوری؟ من امروز میخوام برم بدوم. آقا بدون اینکه تو جایی قرار بگیرین که بهتون حس ناکافی بودم بده و بدوین بهترین حسه. خوشگله میذاره بچه ها اومدیم یه جایی که پریسا گالری گذاشته، نه یه بار نه دو بار، هزاران بار. خوبه اینه هاش نمایشگاهش بچه ها. نمایشگاه نه گالری. دوستان گالری بسته بود یه روز که میارم زیادی با کلاس عالی. الان نشون میدم قیافتون. پیج کیمیا رو واسهتون میذارم، میخوام یه ویدیوی جذاب. بله اینجوری کن که مثلا بعدا فریدون رو بذارم. آره. الان اولین ویدیو یوتیوبم رو آپلود کردم. حالا طول میکشه بره، فکر کنم اصلا بعد برم خونه. خیلی حال بدیه، یعنی اصلا همیشه شروع یک کار واسه من خیلی سخته. اتاقم یه جوری کثیفه که فقط خودم میدونه. از اون ویدیو اولیه گفتم تمیز میکنم و واقعیتش اینه که تمیز نکردم. آفتاب توی اتاقم امروز بی‌نظیره، یعنی دلم میخواد که قشنگ تمیز کنم، یه عکس بگیرم. آفتاب بی‌نظیره. اصلا وضعیت خوبی نیست چون که همه چیز رو ریختم بیرون و میخوام حالا مثلا بر اساس رنگ و چیزایی که استفاده بیشتر میکنم بچینم. نه دیدم هر کاری میکنم اتاقم تمیز نمیشه، گفتم یه ماسک بزنم و دیگه نهایتا تا یه نیم ساعت دیگه کار میکنم چون که باید برم ویدیو ادیت کنم. ولی هنوز انقدر اتاقم کثیفه، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط این کمد تمیز شده و جاهای دیگه کثیف شده. اتاقم تمیز شد، مونده یه جارو بکنم، گلامو بدم. واقعا ناراحتم که تو این آفتاب امروز عکاسی نکردم. هلو، امروز قراره با کیمیا بریم کوه. ساخت سایت کارگران مشغول کار است. بازار تهران، بازار نیست، کاخ گلستانیناست. با مام بزرگینا اومدیم بازار. خیلی باحاله، یعنی خیلی. انقدر
پنی مسخره است که هر بار من میخوام برم از خونه بیرون دیدی یه قیافه از خودش در میاره که من بگم من میمونم خونه. پنی خیلی خوشگلی مامان. فردای تولدمه صدام گرفته از بس که مسخره مثل در آوردم. دارم میرم سر کار. واقعا نمیدونم قراره چجوری ولاگا ادیت کنم، ولی واقعا دوست دارم توی تولدم، یعنی الان دیگه 28 سالمه، امسال با خودم هدیه بدم و واقعا یوتیوب هفته یه دونه ویدیو بذارم. نمیدونم چجوری میتونم، چون که هم حجم کارم زیاده، هم واقعا هنوز از نظر ذهنی اصلا نمیدونم میخوام یوتیوب چیکار کنم. ولی دارم میرم سر کار. این خط چشه رو، یعنی خط ریمل رو واسم دوستم کیمیا خریده، خیلی خوشگله. چقدر پوستم به هم ریخته. به نظرم اگه قرتی بازی میخوایم بکنید خیلی چیز باحالیه، ازش خیلی خوشم اومد. اصلا دلم نمیخواد برم سر کار، نمیدونم چرا اینجوریم. برم سر کار